چرا ایسی و LZNF اینقدر ضعیف و این همه ایرادات داره؟ ابتدا از همه بریم باز بکنیم پشتو، داخلشو با هم دیگه ببینیم. بریم پشتو باز بکنیم. خاراش من سمت بالا آوردم تا راحت‌تر باز بشه. خب بورد این ECU رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که می‌بینید جای IC های خیلی زیادی روی اینجا خالی هستش و همین باعث شده که این ECU اینقدر ضعیف باشه و اینقدر سریع مشکلات و ایرادات بر بخوره. و حالا بریم قسمت پشت رو باز بکنیم. خب حالا در میاریم قسمت تا قسمت پشت رو ببینیم. نمد چسباش و اینم از قسمت پشتش. همونطور که می‌بینید جای وازم آیسی در این قسمت و اینجا خالی هستش و به خاطر همین هستش که ارتباط بین سنسورها و موتور و ECU اینقدر ضعیف هستش و باعث مشکل کوک کردن و خاموش کردن ماشین میشه.